مرد تانزانیایی سگجون ترین آدم روی زمینه. اسمش اسماعیل عزیزی و هر دفعه که مرده باز بعدش به زندگی برگشته. بار اول سر کاری چیزی میخوره تو کلش، میبرنش بیمارستان و پزشکا میگن خدا بیامرزتشو، میبرنش سردخونه. خانواده‌اش هم میرن مراسم خاکسپاری رو بگیرن که داداشون از سردخونه فرار میکنه و میره تو مراسم خودش. بار دوم مالاریا میگیره و میمیره که یهو وسط مراسم خاکسپاری خودش از تابوت میاد بیرون. بار سوم تصادف با تانکر سوخت داشته. پزشکا میگن ناخیش این دفعه دیگه واقعا ریق رحمت رو سر کشید، ولی بازم بلند میشه و میگه آهای حرومزاده ها، من هنوز زنده‌ام. بار چهارم هم یه مار افعی نیشش میزنه که 3 روز میره سردخونه، ولی وقتی خانواده‌اش میرن جنازه رو تحویل بگیرن یهو چشاش وا میشه. بار پنجم هم میفته تو چاه فاضلا. دیگه همه فکر میکنن غرق شده و مرده، ولی دوباره از دست اسرائیل در میره. اهالی محل دیگه میترسن و تصمیم میگیرن خودشون بکشنش. برای همینم خونش آتیش میزنن که باز بعد 3 روز میبینن از زیر خاکستر زنده بلند میشه. الانم دیگه بنده خدا رو فرستادن توی منطقه دور افتاده چون فکر میکنن جادوگری چیزیه. حالا جمعیاً برای سلامتیش لایکو بزنید و این پست هم بفرست برای خرشانسترین رفیقت.